این برادر ما سوال کرده که در خواب دیدن مار چی تعبیر دارد؟ بسیاری برادرای دیگه هم درباره از این سوال پرسیده بودند. امام ابن سیرین رحمه الله فرموده که دیدن مار در خواب به معنای دشمن مخفی است. اگر کسی خواب ببیند که مار در خانه است، به معنای دشمن خانوادگی است، یعنی در فامیل خود دشمن مخفی دارد. و اگر کسی خواب ببیند که مار در جنگل یا در کوه یا در کدام صحرا هست، به معنای دشمن بیرونی است، یعنی کدام دشمن ناشناخته دارد. و اگر کسی خواب ببیند که همراه مار جنگ کرده، اگر سر مار زور شده کامیاب شده، به این معنا است که سر دشمن هم کامیاب میشه، زور میشه. و اگر مار بالای ازی زور شده، تعبیر ازی است که دشمنم بالای ازی زور میشه، کامیاب میشه. و یگان وقت دیدن اینطور خوابها علامت مرض هم می باشد. و اگر کسی خواب ببیند که مار او را گزیده، نیش زده، تعبیر ازی است که از طرف دشمن برای ازی تکلیف، زیان، نقصان می رسد.